به ویدیو یوتیوب چنل من خیلی خوش اومدید. امروز قراره هم بحثان مرغ درست کنید. لطفا اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم ببینیم مسئله مورد نیاز واسه ساندویچ مرغ چیه. وسایلی که لازمه: نون میتونید بگیرید، من اون همبرگر گرفتم، از اون اونای دراز هم میتونید بگیرید، دارچین، رب، ادویه هر ادویه خواستید میتونید بزنید. من فلفل سیاه و زردچوبه استفاده کردم، نمک، مرغ، حالا هر قسمتی از مرغ میتونید استفاده کنید، سینه‌اش، رونش، هر جایی که خودتون دوست دارید. 2 تا پیاز، قابلمه و آب. اول من میخوام مرغ رو بشورم. خب من زردچوبه ریختم، فقط من زردچوبه رو یه ذره اضافه تر ریختم چون از دستم در رفت، همینجوری اضافه ریخت. یه ذره از این کمتر بریزید. نمک و فلفل سیاه ریختم. الان روی این آب میریزم، میذارم بجوشه. بعد از اینکه جوشید اول شورش رو زیاد کنید بجوشه، بعد از اینکه جوشید زیرش رو کم کنید. لیوان بهتون بگم، گفتم یه لیوان بریزید کافیه. بعد این جوشید آبش کم شد، آبش هم نریزید که بره. به نظرم همین یه لیوان هم کافیه. این مدلی شد، همینقدر کافیه. در اینو اولش نذارید، زیرش رو زیاد کنید که این بجوشه. بچه من یادم رفت بگم، برای اینکه غذاتون اصلا بهتری باشه توی همین مرحله‌ای که میجوشه، اون موقعی که پیازا رو پوست کردید انداختید توش، میتونید فلفل دلمه و هویج هم بهش اضافه کنید. سیر هم حتی میتونید اضافه کنید. من فلفل دلمه و سیر رو اونجایی که رفتم نداشت، اگه جای دیگه هم رفتم خیلی طولانی شد نرفتم، ولی هویج رو داشتم. هویج رو پوست بکنید، حلقه‌ای خورد کنید، بریزید توش، خیلی خوشمزه تر میشه. چون آخرش هم آبش رو نیاز داری، امکان عطر طعم خاصی بهش میده. برگ بو هم بهش میتونید اضافه کنید. کلا چیزایی که باعث میشه عطر و طعم مرغ بهتر بشه رو همه رو میتونید اضافه کنید. خب پوست اینو اینجوری حلقه‌ای خوردش کنید. و بندازید توش، خیلی خوشمزه. یه دونش هم خودتون بخورید. بچه مرغم داره الان میجوشه. این که جوشید یه چیزی به ذهنم اومد، بعضیا یه مدل دیگه هم میپزن. کف اینو جمع کنید اول تا بگم چیزی میپزن. قبل از اینکه مرغشون رو کلا بخوام بپزن میذارن حدودا مثلا 10 دقیقه یه رو به من تا همون 10 دقیقه کافیه. 8 دقیقه 10 دقیقه میذارن اول با آب خالی میجوشه که هرچی هورمون هرچی اینجور مثلا کل از بین که رفت، حالا تازه میان مرغاشون رو برمیدارن، مثلا همینجوری همین کاری که من کردم و انجام میدن و بذارین این حدود نیم ساعت اینو بپزه. توی 20 دقیقه 25 دقیقه بیاید سر بزنید، چنگال بزنید، ببینید نرم شده، پخته نپخته، وضعیتش چجوری، آبش کم شده کم نشده. اگه خب نپخته بود و آبش کم شده بود، آب بهش اضافه کنید تا بپزه. ببینید وضعیت چجوریه. خب بچه الان حدود 10 دقیقه اینا گذشت. من میخوام ببینم پخته یا نه، یه چنگال بزنم، ولی هنوز اونجوری که من میخوام نپخته. بچه یه بار دیگه هم تست کنیم ببینیم پخته یا نه. آره پخته. اگه دیدید مرغتون پختش و آبش زیاد بود، چون ما آب مرغ نیاز داریم، درش رو بردارید، عین منزلش رو زیاد کنید، بذارید آب بجوشه تا غلیظ بشه. الان من زیرش رو زیاد کردم، گذاشتم بجوشه تا به اون قدرتی که میخوام برسه. خب بچه تقریبا به همین غلظت که به این غلظت که رسید، اینو میتونید زیرش رو خاموش کنید و مرغتون آماده است. حالا من مرغ رو میذارم توی بشقاب.
آب مرغم میریزم توی یه پیاله. حالا الان این آب مرغمونه و اینم مرغمونه. مرغتونو باید ریشیش کنید. اگر استخون داره استخونش هم جدا کنید. خب بچه هم من قابلمه رو شستم، یه ذره بهش روغن اضافه میکنم، پیازم نگینی خورد کردم و الان اینو هم بزنید تا طلایی بشه. توی این قسمت میتونید بعد از اینکه پیازاتون سرخ شد 1-2 حب سیرم رنده کنید، با این تف بدید، خیلی خوشمزه میشه. بچه سعی کنید با سر پیاز وایستید و تون هم بزنید تا قشنگ طلایی بشه. من زیاد اهل رب نیستم، به خاطر همین کم زدم. شما میتونید یه ذره بیشتر از اینم بزنید، هر چقدر که دلتون میخواد. اینو هم بزنید تا خامی رب گرفته بشه. یه ذره که گذاشت سرخ شد مرغاتون رو بهش اضافه کنید. حالا مرغا رو توش تف بدید تا یه ذره مرغا هم سرخ بشن. زیر قابلمه خیلی کمه، یه کوچولو زیادش میکنم. توی این مرحله اگه روغنش کم بود میتونید یه ذره روغن بهش اضافه کنید که من خودم اضافه کردم، چون مرغ روغن رو به خودش جذب میکنه. خب بچه من مرغامو تا در همین حد سرخ میکنم دیگه، نمیخوام خیلی سرخشون کنم. در همین حد که یه کوچولو تف بدید کافیه. خب بچه الان سراغ نونامون. همین رو تو خالی کردید، از این سس مرغتون بردارید، بمالید به نونتون. و من چون نمیخواستم زیاد غذا مضر بشه به جای سس کچاپ سس مرغ استفاده کردم. بعد از اینکه سس مرغتون رو زدید یه ذره گوشتون بردارید، بذارید زینونتون. از گوجه یا خیارشور استفاده کنید یا هر چیز دیگه که دوست دارید. بعضی زیتون میذارن، بعضی سس میذارن، هر چی که بخواید. حالا بریم برای تست این غذای خوشمزه ها. چقدر خوشمزه. توصیه میکنم حتما امتحان کنید، خیلی غذای خوشمزه، خیلی هم بود آماده میشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.